سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. در جوامع دیگه علی السویه کل انزه ها و کل رشته ها علی السویه ضرورت های ملت هست. اجازه بدین تا این مثال را باز بکنم. روز امیر المؤمنین خلیفه عدل اسلامی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که بطن در خدمت خلقم بجان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. از کنار مسجد عبور میکرد. خوب توجه شما جوانان را خواهانم. از کنار مسجد عبور میکرد که از داخل مسجد صدای سراییدن شعر به گوش آمد. وقتی که مسجد را در قلباب کرد دید که داخل مسجد حسان ابن ثابت شاعر چیردست و توانا و توانمند مکتب ناجی بشریت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد ترنم زیبای دل نواز و گوش نواز را زمزمه میکند. عمر فاروق برای حسان ابن ثابت که حسان مگر نمیدانی چی جایگاه نشستی؟ باید در مسجد تلاوت قرآن شود، در مسجد باید نماز خوانده شود، در مسجد باید درس و تدریس شود، مگر تو شعر و شاعری میکنی؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که به سن کهولت و پیری رسیده بود نگاه به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه کرد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه را گفت ای ابو هریره، مگر تو شاهد نبودی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که جنگ‌های فکری منافقین و مشرکین و یهود به اوجش رسید، کعب ابن اشرف و اسود انسی اینها به حد که حرمت ازواج مطهرات پرداختند، کسی دیگه نبود که جواب شعر اونها را در قالب قالب شعر بدهد. مگر پیامبر خدا نگفت که ای حسان ابن ثابت، حدیث صحیح بخاری و مسلم شریف هست که ای حسان تو را خداوند توسط روح القدس کمک کند؟ مگر او وقت را فراموش کردی؟ عمر فاروق گفت حق با حسان ابن ثابت هست. از این چه چیز را مستفید میکنیم؟ یک زمان با شیرهای انقلابی حسان ابن ثابت ضرورت بود. یک زمان با چهچه‌های شمشیر خالد ابن ولید در میدان صف نبرد اول ضرورت بود که فارسی ها و مجوسی ها را مانند کاه و خزر از قبال خود بر می داشتند. او شمشیر در وقت ضرورت بود، در وقت شیرهای حسان ضرورت نبود. یک زمانی که مسلمان ها در مقابل رومی ها در غزوه تبوک قرار گرفتن، پیامبر خدا گفت که من جهز جیش العسر فله الجنه، هر کسی که جیش العسر را تجهیز بکند در بدل تجهیز و حمایت غازیان و مجاهدین جان برکف و خسته ناپذیر و صحابه پا برهنه و سلاحهای فرسوده در مقابل رومی ها قد حرم کرده بودند، اینها را کمک بکنند، در بدل کمک اونها جنت هست. در اون زمان شعرهای حسان ابن ثابت ضرورت نبود. یک زمان پول و سرمایه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خاطر رهایی گردنها و رقبه های غلاما ضرورت بود، در اون شعر حسان ابن ثابت ضرورت نبود. امتها در موقفهای مختلف نظر به ظروف و شرایط مختلف به کادرهای مختلف ضرورت دارد. یک زمان افغانستان پایهای منحوس امریکایی ها و حامیان مزدور و جیرخان لاشخور و اجیران صفاک و بدنام اونها بودند. در مقابل اونها باید خالد بن ولیدوار در سنگرهای گرم جهاد قرار می گرفت، با نداهای ملکوتی حی علی الجهاد حی علی القتال شمشیر به دست می گرفت، در میدان استشهاد باید جوان قدم می زد. امروز جوان باید در میدان علم و در میدان تکنولوژی و در میدان تعلیم و ترقی باید آستین همت را بالا بکند، هدفمندانه باید سلاح بسازد، هدفمندانه باید دارو بسازد تا که به ممالک همسایه ناجوان مردانه خود که میلیونها جوان و میلیونها مهاجرین را با بدترین وضعیت از وطنهای خود اخراج میکند، به این مشکلات دامنگیر نمیشده. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما
ركعنا